الله میگه اگر به شرطی که کسی انامون تقوایی که از گپ در باره شرطی سه در قلبش جا میکند مشکلاتی نیست که او را من برادر از آسان نکنم. یجعل له من امره یسرا، همه کارات آسان میکنم. زیر لحاظ انامون مقام در رسیدن یا ببینید همین پنجره که حضرت میگن حرکت کنید که اگر نباشد در پیش باشید، در جستجوش باشید که در خدمت اینها را جمع کنید تا از محبوبان الله شوید. دوم و یغلب الفرج و اللسان. برادران عزیز، دوم نشانه آدمی که او را ما میتونیم با تقوا گوییم، پرهیزگار گوییم که بود از آن کسی که زبانش و فرج، زبان از سخن بیهوده، فرج از زنا و از حرام حفظ میکنه. حتی ما برادران عزیز و گرامی در حدیث پیامبر نازنین ما داریم که دیگر حضرت ابی هریره روایت میکنند سئل عن اکثر ما یدخل الناس الجنه. دیگر پیامبر پرسیدند که کدام همین بسیارترین اهل جنت از کدام حساب داخل جنت شدند؟ همین توده زیاده که جنت میروند با کدام عملشان رفتند؟ حضرت تقوی الله و حسن الخلق. انا همین تقوایی که من میگویم دادرای عزیز با این بودن و اخلاق زیبا داشتن، رفتار زیبا داشتن، فعل خوب داشتن. هم با فعل خوبشون وقتی آدم که دارای تقوا کشید اخلاق حمیدن در اون جمع میشه. و سئل عن اکثر ما یدخل الناس النار. ای پیامبر نازنین اکثر مردمی که دوزخ میروند اونها چیزها میروند؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن که الفم و الفرج. گفتن ای حساب زباناشون و از حساب فرجهاشون، شرمگاهاشون، از همین حساب و از دو حساب برادر از گفتن جهنم میرن اکثر مردم. حضرت عثمان میگن کسی این دو را اگر حفظ کرد او آدمی پرهیزکار، او آدمی متقی. دادرای عزیز الان شما در این شهر هستید، اینجا برای راه حرام رفتن یا برای مقصد در حال دریافتن این مکانی برای مقصد زنا، اینجا شاید خیلی آسانی و سبکی باشد. از اینکه در تمام دنیا این کار آسان است ولی شاید در این جمع اگر آسانی ها باشد برادرای عزیز از این کار دور باشید، از این راه هیچ وقت اختیار نکنید. بعضی برادرای هست که ما در تاجیکستان مرده هاشون از همین طرف میارن، چی چیزهایی در راستاشون میگن. به خدا آدما بعضی آدمایی را که میبرن از اینجا بعضی برای چی مرده است سبب وقتی میگن دیگر حتی بعضی رو خوشی هم جنازه در اشتراک کردن ندارن، خواهش ندارن تا در جنازهش اشتراک کنند. برای همین برادران عزیز و گرامی دویم نشانه آدم متقی همین بود است زبان در برابرش شرمگاه نگه داشت. حتی پیامبر نازنین میگوید که من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی از من له الجنه. پیامبر میگه کسی اگر ضامن شود که تا زمانی که من به خانه قبر میرم با زبانم یکان سخنی بیهوده و بیکار و باطل نمیگویم، همچنان هیچگاه در راه حرام قدم نمیزنم، کسی اگر ضامن شود و از عهده همین سخنش اگر برآید منم ضامن که تو داخل جنت میشه. از من له الجنه، منم ضامن. گفت اگر تو همین دو چیزا که عهده گرفتی، بسیمه گرفتی که من مقصد زبان هیچ وقت آلوده و سخنی فحش و بیهوده و بدبختی هیچ وقت نمیگذارم
و همچنان در راه حرام نمیرم. تو همین از زامی شد، من هم زامی که تو داخل جنت میشه. سیوم و اذا اصابه شیء عظیم من الدنیا یراه وقار و اذا اصابه شیء قلیل من الدین اخترم ذلک. حضرت یوسف گفتند سیوم نشانه آدمی با تقوا و پرهیزگار چی بوده است؟ هر گاهی که اگر مالی بسیار یا درآمدی بسیار در دستش آمد، ترس براش میگیرد. بترسد که مبادای یکی همین مالداری، مبادای همین مبلغ زیاد، همین امکانیت‌های خوبی که در ما آمده است، مبادای یکی مانع نشود که من الله را فراموش کنم. یکی مبادای مقصد او انسانی که من بودم از او انسانیت که مرا بیرون نکند، یکی ای چارچوبه آدمگری بیرون نکند. میگه وقتی که مبلغ بسیار آمد، اگر در ذهن همون مردم میگه همین کار گذشت، همین گپ گذشت، یقین در اون آدم انا همین تقوا، انا همین پرهیزگاری وجود داره. زیرا برادران از بسیاری از انسان‌ها را مالداری و دنیاداری گویم از حقیقتاً از عبادت خدا سخت کشیدن، دیگر هیچ وقت مقصد عبادت هم نکردن، حتی راه‌هایی را انتخاب کردن که هیچ کس در ذهن باورش نبود که فرامی به همین احوال بزند. و هر گاهی که کار از دین بود اگر به شما رسید، این شما غنیمت بشید. مقصد همین نشستی که راز ما داریم، گفتگویی که ما و شما داریم، بیداربینی که ما و شما داریم، این گفت غنیمت به شما. در بسیاری آمدن ما ترس فراموش بگیرد و از دین چیزی که با او رسید اوش غنیمت به شما. چهارم ولا یملأ بطنه من الحلال خوفا ان یخالطه حرام. چهارم اگر چنده که لقمای حلال هم که باشد زیادی بد تناول نکند، در قلبش ترس هم باشد که یکی مبادای در همون خوراک‌های خوردستم یکان خوراکی شبه آور نباشد. آدم با تقوا برادران عزیز همین خصلت‌ها را دارند، یعنی در خوردنشون هم حتی احتیاط هم دارند، ترس هم دارند. و پنجم برادران عزیز سخنی که حضرت عثمان گفتند و یرا الناس کلهم قد نجوا و یرا نفسه قد هلکت. پنجم چیزی که نشانه آدم متقی بوده است این بوده است که میگه تمام مردم در ذهن در گمانش همین است که اینها پیشگاه خداوند نجات می‌یابند. اینها مقصد از همه سختی‌های روزی قیامت می‌گذرند، نجات می‌یابند. وای به حال من نجات می‌یابم. میگه این انسان باید انا همین تصور، انا همین گمان میگه در ذهنش باشد. این پنج چیزی هست برادران عزیز و گرامی که من از سخن بسیار بلند حضرت عثمان به سمت شما رساندم که هر کسی که این پنج چیز داشته باشد او را میگن آدمی متقی، او را میگن آدمی با تقوا، او را میگن آدمی پرهیزکار. یک بار دیگه به یادتان میارم انتخاب محفل هایی که در اونجا قال الله و قال رسول الله هست. هر گاهی که اگر در خبری در گوشت رسید، درو میل پیدا شد، خواهش پیدا شد، حرکت کردید، این یک نشانه همون آدم متقی است. لیکن اگر شنیدی و دانستی ولی خشت نآمد، نخواستی یا اینکه گفتی خیر مثال چی ضرورت دارم، ولی اگر وقتی یک محفلی که عبارت از گناه است، عبارت از فسق است، فساد است، در او
میل پیدا شده، در او خواهش پیدا شد، برادر عزیز این عنوان و این کلمه زیبا مقصد در تو وجود ندارد. یکم گفتیم خواهشات همین است وقتی این گونه محفل اشتراک میکنه و گوش میاندازه. دویم گفتیم زبان و شرمگاش همیشه حفظ میکنه. سوم هر چیزی که از مال دنیا به دستش آمد خوف داره، میترسه که مبادا یک مانعی خدا ترسی و خدا شناسیش نشود و هرگاهی که از این چیزی به دستش رسید او را حتما غنیمت میشه. چهارم گفتیم از حلال هم شکم شبکور ربط نمیکنه که میترسد که شاید که مبادای یگان لقمه شبه آوری با این آمیخته نباشد. پنجم تمام مردم در حالت نجات میبینند و خودش را برادر عزیز در حالت نفرهای میبینند که الله دانه از من نجات میام و نمیام. اینهایی که گفتم از حضرت عثمان در کدام از شما باشد خوشبهاتم که شما آدمی متقی، شما آدمی خدا ترس. اگر نباشد برادران عزیز در جستجوی اینها باشیم انشاءالله از این کلمه زیبا ما و شما برخوردار بشیم. خدای مهربان ایمانهای ما و شما را کامل نگه دارد و از جمله بندگان گرداند که خدا از همین کلمه زیبایی که هست بگذار عنوان ما و شما باشد و پیروی از این کلمه زیبا را داشته باشید. توفیق منتیت الله مهربان دعا کن در حال که همیشه ترسی او را و در راه اهدنا الصراط المستقیم استوار بودن، پایبند بودن خداوند بر ما نصیب بگرداند و الله مهربان گذشتگان را رحمت و مغفرت کند، بیماری‌ها را شفای کامل کند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا